درود دوستان عزیز. بعد از آنی که ریال مادرید از منچستر سیتی در لیگ چمپیون‌ها شکست خورد، بسیارها بر آن نظرند که در مهمترین بازی سیاره یعنی ال کلاسیکو نیز ریال مادرید شکست می‌خورد و در این برابر چندین نفران حساب احتمالی خود را بیان داشتند. و این حال در نزد ما لیدر فوتبال تاجیک و همزمان بازیگر تیم خوجند فتح‌الله قرار دارد و ما می‌خواستیم که از فتح‌الله در مورد همین بازی پرسان شویم که در این بازی با فکر شما فتح‌الله کی برتری بیشتر دارد و شما کی را در این بازی مدعی اساسی می‌دانید، یعنی در این بازی کی غالب می‌شود؟ بازی کلاسیکو همه وقت بازی خوب می‌گذاشتن. با فکر من این بازی هم خیلی پرقدرت می‌گذارد و از جهتی که دسته ریال ازار که تراما دارد خیلی سست‌تر میشد بازیشون. نه که من که مخلص ریال هستم باوری به ریال دارم و دسته بارسلونا در عین حال پرقدرت است، خیلی پرقدرت است. در هم در لیگ چمپیون‌ها خوب بازی کرد، هم در لالیگا. با فکر من بازی خیلی خوب میشد و من فکر دارم که این بازی که در دسته در میدان ریال میگذارد ریال غلبه میکند. همین بازی اخیر به فکر شما تاثیر نمیرساند؟ شکست ریال از منچستر سیتی بر رفت بازی اگون تاثیر نمیرساند؟ با فکر من این با ریال کمک میکند، برای اینکه وقتی که دسته پیش از بازی مهمش یک بازی را باخت میکند و این برای ویو خیلی وای میشد که خیلی بزه میشد که ویو میخوان که در بازی که در آینده است او را حتما غلبه کنند و بازی ال کلاسیکو این در سالهای پیش آمادگی است. سالهای پیش همه بازیش فرق ندارد این دسته 7 اچکو پیش است یا که 6 اچکو بازی پرقدرت میگذارد و با فکر من ریال 2-1 غالب میشد. سلامت باشید. خب دوستان عزیز، یک چیز دیگه را باید ما قید کنیم که بنابراین باشگاه خوجند در یکی از بازی‌های مهم در جام کنفدراسیون آسیا موفق شد و خاطررسان میکنیم که 3 پرتاب گل‌آوری که در این بازی با قید گرفته شد هر سه از جانب فتح‌الله با ثمر رسانیده شد. از جمله پرتاب‌های خوبی که فتح‌الله با همدستگانش ارسال کرد سبب آن شد که آنها در این بازی مهم غالب شود و ما در بازی‌های بعدی به شما موفقیت می‌خواهیم.